سلام به شما دوستان خوب و هنرمندم. در این آموزش من میخوام بافتن یا بستن لبه سبد رو به شما آموزش بدم به این شکل که دونه دونه بیفته. خب در آموزش قبل من این آموزش طرح شب یلدا یا طرح هندوانه رو براتون درست کرده بودم. همونطور که میبینین لبه‌ها کاملا صاف و یکسان هستن، بالا و پایین ندارن. باید به همین شکل لبه سبد رو ببندیم. با کانال سبد بافی پاستیمین در خدمت شما هستم. از اینکه من رو حمایت و سابسکرایب میکنید سپاسگزارم. بریم با هم این آموزش زیبا رو ببینیم. خب دوستان، من سبد رو تا ارتفاعی که میخواستم بافتم. حالا موقع اون هست که لبه سبد رو ببندم. باید اول ردیفی که میخوایم لبه سبد رو ببندیم و مشخص کنیم. مثلا من میخوام اینجا ببندم. ببینید این ردیف رو میخوام ببندم. باید حواستون باشه که با دقت ببندید. خب برای بافتن این ردیف من میام چیکار میکنم؟ اول یکی از این ها رو انتخاب میکنم. مثلا من الان این سفید رو بیرون میارم. من همیشه یکم بلندتر از اون قسمتی که میخوام ببندم میبافم. البته تازه اینجا کم بافتم، بعضی وقت به سه ردیف بالاتر میبافم. خب حالا این رو در میاریم، اونی که میخوایم ببندیم، اون ردیفی که میخوایم ببندیم یه دونش رو بیرون میاریم. بعد ببینید 2 تا تسمه زیرش هست. به تسمه اولی کاری نداریم، به تسمه دومی کار داریم. پس تسمه دومی رو بیرون میارم. حالا ببینید به این شکل هست دیگه. تسمه ها نسبت به هم دیگه به این شکل هستن. حالا سفید رو میبرم زیر اون تسمه دومیه. این تسمه دومی رو گفتیم کار داریم. حالا همین سفیده برمیگرده به مسیر خودش و بعدا در بافته میشه و سبز هم برمیگرده در مسیر خودش. برای اولین دونه حتما از گیره استفاده کنید، چون جایی نیست که گیرش بندازین. حالا میایم ردیف یعنی دونه بعدی. ببینید در همون راستا دارم میبندم، نمیرم جای دیگه. خب حالا بلند میکنم همون تسمه رو. دوباره 2 تا تسمه زیرش هست. به اولی کاری ندارم، دومی رو در نظر میگیرم. تسمه‌ای که دستم بوده رو از زیرش رد میکنم. ببینید دوباره رد میکنم. بعد حالا همون تسمه رو برمیگردونم به طرف پایین. میتونید این به این شکل هم در بافت گیرش بندازین به این شکل، ولی فعلا لزومی نداره. فقط همین که برگردونین کافیه. حالا این تسمه رو برمیگردونم و میبینید الان یه جا هست برای قفل شدن که توی اولین نبود، چون اونجا دونه اول بود و هنوز شل بود و چیزی بافته نشده بود که یک تسمه برای قفل پیدا بشه. حالا میبینید یک دونه اونجا هست که میشه زیرش این تسمه رو قفل کرد به این شکل. دیدید؟ میریم برای سومی. بچه من اینجا حرکت رو آهسته میکنم، زوم میکنم که کاملا ببینید. خب این تسمه من هست که میخوام ببندم تو همون راستایی که گفتم میخوام ببندم تو همون ردیف. حالا 2 تا زیرش هست. ببینید سفید و سبز. هر دفعه ممکنه یه رنگی بیفته، مهم نیست. مهم اینه که تسمه اولی که این هست رو ما کاری نداریم باهاش. بعد تسمه دومی رو باهاش کار داریم. حالا میایم همین تسمه‌ای که دستمون بوده که از سمت راست به چپ بوده رو میبریم زیر این تسمه دومی. با دقت به حرکات دست من دقت کنید. حتی توضیحات من هم لازم نیست، فقط اون چیزی که میبینید رو اجرا کنید. برمیگردونم به این شکل که بعدا همین در تار و پودش بافته میشه. خب حالا اینو برمیگردونم. وقتی اینو برمیگردونم ما یه جا داریم، یه جای میبینید اینجا داریم برای قفل کردنش. یه دونه هم هست. بچه ها دقت کنید، ما میخوایم لبه سبدمون رو دونه دونه ببافیم، نه دوتایی. دوتایی قشنگ در نمیاد و استحکام لازم هم نداره، قشنگ هم نیست، ولی دونه دونه ای استحکام داره. ببینید از داخل این رنگ میکنم، یه دونه هم بیشتر نیست، یعنی باید یه دونه باشه. اگه 2 تا بود بدون مشکل داره کارتون.
و میکشم و قفلش میکنم. بریم برای بعدی. به همین ترتیب دوباره تسمه اولی رو کار نداریم، با تسمه دوم کار داریم، میبریم زیرش، برمیگردونیم و در قفل میکنیم. خب حالا تو این ردیف شاید من گفتم البته این سبد نیاز به سیم نداره، ولی من یه تیکه سیما رو فعلا برداشتم که بخوام مثلا سیم زدن بهتون یاد بدم، ولی دقت کنید شما باید سیمتون اندازه دور تا دور سبدتون حتی یکم بیشتر 10-15 سانت بیشتر باشه. حالا میام همین سر سیم رو داخل یکی از این اول یکم چند تا میبندم به همین شکل که مثل الان که بستم، یه 2-3 تا میبندم و سر سیم رو داخلش گیر میندازم. بعدن که میرسیم به اینجا باید درستش کنیم، یعنی اونا رو هم سیم بزنیم. خب ببینید من اون 2 تا تسمه ای که دقیقا زیر همون ردیف قرار میگرفت و بهتون میگفتم اولی رو کار نداریم دومی رو کار داریم رو زیر سیم قرار میدم. ببینید سیم از روش رد شده. حالا اون تسمه که قرار رد بشه دقیقا شبیه همون کاری که قبلا میکردیم انجام میدیم، فقط اینجا وقتی میخوایم قفل کنیم دقت کنید که از زیر سیم رد نکنید، از روی سیم رد کنید. ببینید به این شکل. دوباره یه دونه دیگه انجام میدم. ببینید سیم از روی اون 2 تا تسمه رد شده، میبینید از زیرش رد نباید بشه. حالا به تسمه اولی باز کار نداریم، به تسمه دومی کار داریم. خیلی راحت شبیه همون کاری که قبلا انجام میدادیم انجام میدیم و مثلا این تسمه سفید از زیر تسمه قرمز رد میکنه و با همین دقت کنید که سیم از روی 2 تا تسمه رد شده باشه و وقتی که میخواین الان تسمه قرمز رو ببندید از زیر سیم رد نکنید، این سیمه میبینید از روش رد کنید و همین سادگی. بعدی رو هم انجام میدم و دیگه باید یاد گرفته باشید. حرکات دست من دقت کنید به این شکل. تا آخر به همین شکل باید ببافید. خب این سیم باید به اندازه گفتم که دور تا دور سبدتون باشه. وقتی دوباره برگشتیم به اینجا این 2-3 تا دونه که بافته بودین رو باز کنید و سیم رو داخلش دوباره مثل همین رد کنید و ببندین سیم رو. خب این هم از بستن لبه سبد. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشید.